همیشه قبل از اینکه اقدام به تعویض روغن موتور بکنید، اینو در نظر داشته باشید که کافیه یک راید کوتاه 5 دقیقه‌ای داشته باشید که انجین موتور گرم بشه. البته اگر خودتون هم می‌خواید روغن عوض کنید، میتونید بذارید موتور 5 دقیقه درجا کار کنه. برای تخلیه روغن باید اول از همه پیچ روغن کنار کارتر رو باز کنید. بعد از باز کردن این پیچ، فقط حواستون باشه پشتش یه فنره. یه موقع این فنر نیفته توی روغن، فراموشش کنید یا نبینیدش که گم بشه. دیگه خیلی راحت میتونید همه این مجموعه رو سر جای خودش سفت کنید تا بریم سراغ مرحله بعدی که ریختن روغن جدید توی موتوره. دقیقاً اینجا جاییه که شما قرار بود که از ضعف‌های طراحی این موتور مواجه بشید. وقتی شما می‌خواید درپوش روغن رو که خودش هم گیج روغن هست باز کنید و از محفظه‌اش بکشید بیرون، گیر میکنه به محافظ اگزوز و هیچ راهی ندارید مگر اینکه محافظ اگزوز رو باز کنید. نمایندگی‌ها در حال حاضر روغن 1050 با درجه کیفی SN رو توی این موتور میریزن. هر برندی که خودتون تشخیص دادید روغن خوبی هست میتونید بریزید، اما میزان روغنی که توی این موتور در حال حاضر خود نمایندگی‌ها میریزن 1 لیتر و 200 سی سیه. بعد از اینکه روغن رو هم عوض کردید، بهتره که موتور رو یک استارتی بزنید و بذارید که حدود 1 الی 2 دقیقه درجا موتور کار کنه، روغن در سیستم گردش کنه و احیانا اگر از پیچ زیر کارتر نشتی داره شما بتونید این رو ببینید و رفعش کنید.